سلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور صحتمند سرحال و لباس عافیت بر تن داشته باشین. امیدوار هستم که ایام زندگیتان را در کنار فامیل محترمتان با لطف و مرحمت الله متعال با خوبی و خوشی سپری بکنین. دوستای عزیز، این بار آمدیم به یکی از ویدیوهایی که همایون افغان در گزارش خودش به ثبت رسانیده از یک معتاد گزارش میگیره. واقعا من شخصا با دیدن این گزارشی که همایون افغان تهیه کرده خیلی جگرخون شدم و معتادی که اینجا شما میبینین کسی بوده که از پانتون کابل از پانزه انجینیری فارغ هستن و خط خیلی قشنگ هم داره. شما در ادامه ویدیو میبینید دوستان. پانتون انجینیری در خوانده من. در کدام پانتون؟ کدام؟ پانتون کابل. پانتون کابل انجینیری؟ انجینیری. حالا خط و قلم داری؟ قلم. یک چیز بگو نوشته کردن میتونی؟ نوشته کردم. باشه عکس نمی‌کنی؟ یک قلم کاغذ کی دارم یاد؟ دارین؟ نه قلم، یک کاغذ، یک تا کاغذ از کجا کنیم؟ جالبیت این ویدیو است که در اینجا یک تا کاغذ و همچنان قلم پیدا نمیشه. در بین این همه جوانی که در گرد این معتاد جمع شدن و حتی خودی همایون افغان هم در پیشش قلم نیستن. بلند شد. ما اینجا رو بگی سعی کاکام تشویقت میکنم. و این کاکایی که میبینید ریش سفید بر از معتاد چی تعیین کرده؟ جایزه تعیین کرده که به مبلغ 100 افغانی. خب اینجا بیا، در نوشته کو این طرف بیا، اینجا بیا، اینجا بانش یک جای هست. اینجا نوشته کو که اینه صحیح نوشته کو که چی نوشته میکنی؟ هر کی مکتب رفت آدم میشود. هر کی مکتب رفت قلم خط میته یا نه؟ قلم دارین؟ و جمله که گفت هر کی مکتب رفت آدم میشود. باشین دیگه قلم میتن. باشین قلم پیدا نمیشه. سیستمش بند شده. یک دانه سیستمش که بند نباشد کی داره قلم؟ باشین کالی دانه قلم پیدا نمیشه مردم. از مدام موتر است دبای کن. همایون افغان میگه قلم در موتر از دبای کن. آدم هر کی مکتب رفت آدم قلم شاید چی شد قلم؟ اینه خیر او بدر قلم نیست. قلم هم با یاری میکنه قلم پیدا نمیشه. نمیشه از موتر بیارم. همایون افغان فکر میکنه که یه آدم دروغ میگه که همین قلم هم با یاری میکنه، ولی در آخر باز خودش تایید میکنه که واقعا تحصیل کرده است. همین آدمی که شما در تصویر میبینین آدمی معتاد. نزدیک است یک دونه قلم بیار زود کداله. جوانا بیکار هستن امیر مردم. حالا درد این معتاد را با همدیگر در ادامه ویدیو میبینیم که چی درد داره. گفتن مردم شهر که پانتون هم خوانده مکتب هم خوانده، این میره برای کسی بگویم که امیر شما برای سازمان ملل یا تو خودت خبرنگار هستی، این صدای ما را برای بین الملل برسان. یک آدم درس خوانده، مکتب خوانده، پانتون خوانده، ما بیکار است. ما بیکار هستیم. این صدای ما را بشنو برای ما یک کار بده دولت که ما ماش داشته باشیم او ما روزگار ما خوب شود. این میره ما میخوایم که ما غم ما را بخوره دولت. جوانا نه همین کلگی پانتون والا است، کلگی بیکار. همین که ما شش خیز داریم بدل جا همین کلگی شکایت داره از بیکاری. و بعدی گپ اینجاست که خود معتاد میگن، شخصی که معتاد است، اکثریت کسانی که معتاد شده میگن متأثر کرده ها، قشر تحصیل کرده ها معتاد شده میگن. همین کسایی که مواد کار میگیره دردشون همی است که بیکار است. کسایی که مواد چی میگیره همون دردش ما. یک عاملش میگه که همون بیکاری است، یک عامل معتاد شدن بیکاری است میگه. او بیشتر مظلوم هستن و هم چی ملامت نیستن و همونجا که همون سازمان ملل همونجا همراهشان در دریا کمک کنه همون بهتر است. درد یک معتاد است. من شخصا خیلی با دیدن این ویدیو واقعا
جگرخون شدم شخصا. به دریا برشان بته کمک؟ کمک کنم. چی بته برشان؟ مقصد البته همین چیزی که برشان ضرورت باشه امور خودشان هم قبول میکنن. مقصد همین غم دنیا از غم امور میزنن. امور شب خانم نمیره. شب خانم میگه دل ما تنگ میشه. اگه خو امون خواهان چی اینمی که بهتر است که خدا خوش میشه. امون اندی والا امور برش امونجا بته. او امین دولت برای ما کار بته دیگه ما هیچ دیگه ما مواد ترک میکنیم. مواد ترک میکنیم دیگه. وعده میکنیم. وعده میکنیم بالکل. ما چند نفر از رفیقایت نگاه کردم. این افغان دردش برازی معتاد میگه که ما چند معتاد را بردیم تداوی کردیم پس رفتن دمو معتادیت خودشون. چندین ما نگاهشون کردم آخرم نشد. یکی جگرخون ساخت نه هر چی که شما میگین نه دیگه اینطور نمیشه. هر چی که شما بگین ما امور رقم میکنیم. همون کسایی را که من نگاه کرده بودم همکاری کردم 6 ماه 7 ماه 1 سال اما پسانش دیدیم بازم همون گپ. نه اوتنا بیخی دست سر شدیم. حالا اوتنا نمیشه. این دفعه دیگه کارت میشه ان شاء الله حتما میشه. این دفعه کارم میشه. حتما کارت میشه. حالا آورد؟ بگی نگه دمشته کو بخیر. هر چی که تو میگی امور اگر طالبان آوردی اگر تو امور ما هر چی که امر تو میکنی طالبان هم پس روان میکنیم هر چی که تو میگی تو رئیس هستی. خیلی بینی بگی نوشته کو بخیر. نوشته کو پاس هستی. هر که مکتب رفت هر کی هر کی چیه خط مقبول داره موافق دیپلم است تو کده خوب نیست مگه خط ما است تو کده خوب نیست ما میره گفتم که ما برای تو خیلی عجله دارم که تو هر که مکتب رفت هر کی مکتب رفت آدم میشود هر کی مکتب رفت آدم میشود آدم میشود اگه مکتب رفت آدم میشود نور چشمه اینه دیگه اینجا واقعا خط خیلی قشنگ داشته ای شخص نوشته کرده که هر که مکتب رفت آدم میشود. نوشته خیره نور چشمه ولا ولا خوب باشه. شما هم اینجا میبینید که نور چشم چه خط زیبایی داره. برو صحیح فهمیدیم که خط و قلمت عالی است. خود همایون افغان هم تاییدش کرد که خط قلم این شخص خیلی عالی بوده. خدمتگزار شما هستم به خاطر اینکه اینم یک گپ ما شنیدیم که امیر برای ما در مکتب گفت امیر که اول احترام تو رو بکنم به خاطر اینکه مسلمانی میگه کافری میگه و اینم یک گپ است که تو خوش نباشی ما چرا خوش باشم. امیر خود معتادم همدردی میکنه همراه همایون افغان. خدا میگه همین که هر چی باشه اگر شبکه خطرناک باشه کل گپ. پس دوستای عزیز از این ویدیو این نتیجه را میگیریم که معتادم باشی ولی درد داری، چون که همو دردشان باعث شده که معتادی را انتخاب کنن. و دوم موضوع این ویدیو بود که قلم پیدا نمیشد در بین اینقدر آدمایی که اینجا در امی گزارش گرد امی معتاد جمع شده بودن. قلم کلیدی پیشرفت و توسعه است. با قلم می توان اندیشه ها را به جهان منتقل کرد، دانش را گسترش داد و مسیر رشد فردی و اجتماعی را هموار ساخت. ارزش قلم در قدرت خلق، تغییر و ساختن آینده بهتر نهفته است. این بود ارزش قلم. دوستای عزیز تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپارم. الله یار و مددگارتان.